gibi değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. سوگل زود باشن، این نفر میاد. چقدر عجولی دختر، یه دقیقه وایستا دیگه. ساغر بیا بیا، ببند در ببند. باید چی کار کنی؟ صبر کن یکم فکر کنم. من میرم سراغ کمدش، تو برو اون پرونده ها رو ببین. قایم شو. کجا قایم شم؟ بیا اینجا. نریما خانم شمایی؟ بفرمایید. الو نریمان خانم، ببخشید این وقت شب مزاحمتون شدم. میخواستم بگم یکی اتاقتون رو به هم ریخته. اینا دیگه حسابی از کنترل خارج شدن. هدیه به هیچی دست نزن، الان خودم میام اونجا. حسایش ندارم از دست اینا. استغفرالله استغفرالله. خیر باشه. چرا داری وسایلتو میذاری تو سگ؟ برادر یکی از بچه‌های ایسکا فوت کرده، میخوایم با هم جنازه‌شو ببریم شهرستان. خدا رحمتش کنه. خیلی از اینجا دورن؟ اهل کجان؟ آنته. تو رو خدا تو را مراقب باش. زایمانم نزدیک کمال، نمیخوام قبلش اتفاق بدی برامون بیفته. باشه عزیزم، تو اصلا نگران نباش. اگه چیزی شد بهم زنگ بزن. راستی بیا اینا رو بگیر. اینا رو از کجا آوردی؟ برای بچه خریده بودم. بالاخره زایمان خرج داره دیگه. اگه یه وقت لازمت شد بفروش. خدا الهی سایه‌ای تو رو از سرمون کم نکن. من دیگه برم. فریده
رفته بودی خرید؟ چرا به من نگفتی؟ میخواستم بگم مشروب بخری. نه نرفته بودم خرید. پیش توپراک بودم. سلام. چیزه توپراک، چه خبر؟ تو از جات پا نمی شدی. من و فریده خودمونو تو آشپزخونه سرگرم میکنیم. یعنی چی؟ سرگرم میکنیم؟ راستش ارم جون نمیدونستم چه جوری باید بهت بگم. من و توپراک چی؟ خب چه جوری باید بهت بگم؟ شما با هم رابطه دارین؟ میشه گفت. عوضی چطور تونستی با من این کارو بکنی؟ حالم از هر دوتاتون به هم میخوره. ریختتون رو میبینم چندش همیشه. حالم ازتون به هم میخوره. کثافتا. توپراک خوبی؟ ولی خودمونیم چه کشیده جانانه خوردی. درد گرفت. ببینم یخ بیارم بذارم قرمز نشه. بوسش کنی خوب میشه. چی؟ شوخی کردم. همین یک کشیده واسه امروزم کافیه. شوخی کردم. خیلی خوب. واقعا خیلی ازت ممنونم. دفعه بعد حرفمو باور کن. باشه؟ باشه. موافقی یه چای دم کنم با هم بخوریم؟ آره. باشه. اینجا خیلی ریخت و پاشه. تو برو چای دم کن، من اینجا رو جمع میکنم. جدی؟ خیلی خوب. باشه. نریمان خانم پانسیون رو سرمون خراب میکنه. من مطمئنم. چقدر تو ترسویی. کسی ندید. از کجا میخوان بفهمن کار ما بوده؟ اون یه جوری میفهمه. اگه بیرونمون کنن چی؟ من هنوز خانوادم رو پیدا نکردم. اگه بیرونم کنه باید تو کوچه و خیابون آواره بشم توی سرما. وای خدا. ساغر ساکت شو. آروم باش. ببین ما نه کاری کردیم، نه چیزی دیدیم، نه چیزی شنیدیم. فهمیدی؟ آره باشه. به خدا دیگه به اینجا هم رسیده. همه دستشویی این طبقه خرابن. طبقه بالایی هم اجازه نمیدن از مال اونا استفاده کنیم. الان چی کار کنیم؟ راه حلی داری؟ منم ندارم. دیوونه است این دختره. الو، میخوام با ایلول صحبت کنم. یه لحظه گوشید. هنوز ترازدای نریمان در نیومده. جای تعجب داره والا. عزیزم آرامش قبل از طوفانه. راست میگی. ایلول تلفن کارت داره. این وقت شب تلفن چی؟ به نظر من این دختر مشکوکه. نمیدونم، من نگرانشم. آخه من تا کی باید نگران شماها باشم؟ بفرمایید. بیا حیاط پشتی خوابگاه. زود باش وگرنه زنگ میزنم پلیس.